هيك بابا هيك الرحمن بيك هذول المرزبوني هذول المرمروني حبيبي. Come to Germany. هيك بابا هيك ألف رحمن لبيك هذول المرزبوني هذول المرمروني حبيبي. Come to Germany. درود و وقت بخیر بر همه دوستان. امیدوارم که حالتون فوق‌العاده بوده باشه. بریم در ادامه قسمت سین ببینیم که چه صورتیه، اما قبلش یک مروری داشته باشیم بر جلسه گذشته. یعنی چی؟ به صورت رفلکسیو زیش اکوزاتیو انسین، یعنی که خب باز همون معنی رو میده ولی در حالت رفلکسیوش. مثال میزنم: Ich muss mich schneller mein Hemd anziehen، یعنی که من باید سریعتر پیرهنمو. در ادامه فعل هایی که ما قرار بود با هم کار بکنیم، فعل سین رو بریم با هم معنا کنیم. مثلا ببینیم خود سین چه معنایی رو میتونه توی جمله داشته باشه. خب نگاه بکنید، فعل سین یعنی کشیدن. It was accusative سین یعنی چیزی را کشیدن. به عنوان مثال من میخوام اینو بگم، میگم Anna muss nicht nur Wagen ziehen sondern sie nicht nur auch ihn. یعنی چی؟ یعنی که آنا نه تنها باید اون واگن یا اون کالسکه رو بکشه، بلکه اون رو باید هل بده. schubst sondern sie schubst auch ihn. schubst از فعل شوبن میاد، یعنی هل دادن. و البته که گرامر نیش نو sondern auch یک گرامر خیلی باحالیه برای سطح بتسوای، میتونید ازش استفاده کنید و خیلی کاربردی که میتونید تو بخش شرایبن ازش استفاده بکنید. پس این هم از سین. اما فعل بعدی فعل آسین هست. آسین یعنی لباس رو بخوایم خارج بکنیم یا در بیاریم، میشه آسین. مثال میزنم، میگم سی بیته deine Schuhe aus، یعنی که لطفاً کفشاتو در بیار. آسین یعنی خارج کردن دیگه. آسش رفته انتهای جمله و شده آسین و یه فعل تقنبار یا جدا شدنی هم هستش این فعل ما. پس ما 4 تا فعل مورد بررسی قرار دادیم با هم. فعل انسین که یک فعل به شدت کاربردی هست، معنای پوشیدن که مثالایی رو در موردش زدیم، و زیش انسین که رفلکسیوش بود. اومسین 2 تا معنی داره. اومسین معنی لباس عوض کردن هم میده. مثلا من میگم ich ziehe meine Kleidung um، یعنی چی؟ یعنی من لباسمو عوض میکنم. یک معنی عوض کردن میده، یه معنی اساس کشی کردن که تو جلسه قبل توضیحش رو دادم. و همین فعل سین که مثال نیش نو زوندرن آخو براش زدیم، و آسین هم که معنی لباس در آوردنه. اینها رو حتما تو کامنت برام مثال بزنید. در ادامه برام کانال یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام رو هم آبونیقا نیامون فالو داشته باشید تا فعل‌های جدیدتری رو بتونم براتون قرار بدم و ازشون بتونید استفاده بکنید. تا ویدیوهای بعد، بدرود، چاو چاو.